سلام رفقا، چطوری؟ خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم سراغ بازی رفت پارت 4 که چند ماهی میشه نذاشتم و اومدیم خلاصه سراغ ادامه پارتش. پس بدون معطلی بریم سراغ گیم. خب آقا، ما طبق بار معمول دوباره اومدیم وسط این اقیانوس. نمیدونم اقیانوس کجاست. اومدیم دوباره وسط این اقیانوس و بزنین اختراع جدیدم بهتون نشون بدم. بله، کوره ساختم. با همین کوره تونستم که این 4 تا وضعیت و این وضعیت چیه؟ این 4 تا جنس رو بردارم دیگه. خلاصه این 4 تا هم البته نشد. اه یه چی دیگه هم گذاشته بود، نمیدونم حالا چرا چیز نکرد. بذار یه بار دیگه میزنم. آقا من اینجا اصلا اینو میذارم. این الان باید طبیعتا بهم شیشه بده و حالا من میخواستم بیام اینجا توی ریسرچ بوکم این وسیله ها رو بذارم که ریسرچشون کنه و بتونم وسیله های بیشتری رو جمع کنم و بگیرم. آقا ما کلی خرت و پرت فقط جمع که او جزیره یا اول فاج. باز کن بگیریم. بارکل. اوه راز داره که اینجا. من چجوری برم تو این جزیره؟ اوه حالا نمیشه اینجا گاز نگیری. ای وای ای بابا، این دستگاه آب ما رو برداشت با خودش برد. اب نداره. حالا ما بازم دوربرش رو میسازیم. دوربر فقط چیزا رو بسازم که این خیلی مهم‌تر از همشون. اشکال نداره، ما که از این کوسه زیاد ضربه دیدیم. حالا اینم یه ضربه دیگه. و حتی طبقه دوم یادم رفتون بگم ساختم. بله اینم طبقه دوممه. اینم که از تو آب پیدا کردم گذاشتم اینجا مثلا تزییناتی. اینم که ذوب شد. حالا بعدش هم بزنم ذوب شه. دیگه اینجا دیگه تزییناتی گذاشتیم و اینا. آقا ما تیرکمونمون هم کامل کردیم. فقط بعد این گروزه رو بزنیم دیگه. الان بریم فعلا بخوابیم تا فردا صبح که الان تاریکه، اصلا وضعیت خوب نیست. خب ما الان بیدار شدیم. اوه چقدر گشنه شده من خودم. بریم شکار گراز. اوه جاست باشی از سقایقم برم بزنم. بذار بیا آخ تیرم بهش نمیرسه. اینجا بیا. چی آخه؟ چی تیر کمونیه؟ تیر آدم بهش نمیرسه. اوه بزن. اوه برو عقب نشینی. اوه عقب نشینی کن. عقب نشینی. اوه گروز وحشیه. حالا چه دریا طوفانی شد. این گروزه رو بزنیم و خیلی خوب میشه. بیا نزدیکتر. بیا من واسه همه چی رو آماده کردم. بیا آها بارکالله به خودم. اوه کشتمش. به فقط چرا ببینید زیر زمین. یا ابرفا بابا بذار برد دارم دیگه. نگاه کن رفت تو آب دیگه نمیشه کارشم کرد. فقط سریعتر برم قایقم که خیلی اوزام فیته. یه چی بذار فقط اینجا گوشتشو بذار. گوشتش بپرده. بذار ببینم اون گوشتش چجوریه الان. گوشتش خوبه ولی به نسبت کوسه نمیرسه. کوسه خیلی گوشتش بهتر از اینه. ببینم اینجا چه خبر. یا الله صدا آهنگ میاد. چه خبره؟ اوه این چیه؟ چی درده منو میخواد؟ چیز پلاستیک مفتکی بیام به تو فقط بفروشم. آها این فروشه، این خریده. این در واقع انواع ماهی هاست که باید بگیریم. حالا چیزشو از کجا باید بگیریم نمیدونم. از اینجا بکنم باید بگیریم دیگه. واقعا من نمیدونم چیه سراش که میشه.
و هر چیزی هم این بره بالاتر مثل یه قفله جدیدتر باز میشه. حالا آخه مثلا به چه درد من بخوره اینو بپوشم چیکار کنم؟ اوکی من متوجه شدم اینجا چه خبره. حالا فقط باید قلابشو جور کنم که اونم نمیدونم از کجا باید جور کنم. چی اینجا قاره؟ این چیه دیگه؟ الان چجوری بردارم؟ چجوری باید اینو بردارم که من با این چی؟ نمیفهم. اوه این دیگه چیه؟ یا خدا اینا دیگه چی هن؟ قار چند چی؟ کی؟ قار چه؟ قار؟ من آیا بیل دارم؟ بیل دارم. خب از اینا میخواد، من از اینا الان میرم میارم. این تو این فعلا تو این جزیره هم یه چند روزی تامین کنیم خیلی خوبه. به نفعمونه چند همه چی هم داره توش، همه کاری هم میشه کرد. من برم اینم بذارم بعدش برم بنزل دارم برش دارم و یه دونه بیل بسازم و برم ببینم دقیقا باید چیکار. خب آقا ما وارد میشویم، راه را باز کنید، ما داریم میاییم. خب شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوباره خاک به همون میده. چیه؟ این که سنگ اینو نمیشستم بردش به یا اول پایین چرا یوهی رسمان شد؟ در رفته. بابا این چرا یوهی رسمان شد؟ نباید الان چیز میشد. خب من الان چه غلطی بکنم؟ یا اول پایین فقط برو تو آب، برو تو آب. بابا من بخوام برم تو آب میترسم کوسه بیا. این چه بلایی بود سر من یکی. به 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 این چیه؟ آهوه؟ به چه آهوه قشنگی. بیا اینجا ببینم. وایسا ببینم. وایسا پدر من در بردی شو. اوه ببخش اوه وای 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 بدبخت شد بدبخت شد. بپر فقط توی آب بپر نزنید. خب این دیاره گرازی که اونجاست آهوه رو نمیدونم فقط کجاست. بیا ای بابا بدبخت شدم. وای بزن چون نمیری؟ بالاخره ما این یارو همون یارو. بزن بابا بزنم دیگه. کجا در میره بابا؟ بیا کاندنتمونو بسازیم دیگه با کجا رفت؟ خدا این کجا رفت؟ غیب شد. یا بسم الله. دمتون گرم که این ویدیو دیدین. لایک و ساب فراموش نشه و یادتون نره که حتما جوین چنل دیسکورد هم بدین و این اینستاگرام ما رو فالو کنید و یادتون نره که حتما کامنت بذارید. من همه نوع کامنتی رو میخونم و فعلا تا ویدیو بعدی خداحافظ.